خب توی این قسمت خودمون اپلیکیشن رو کد نویسی میکنیم. یعنی چیکار میکنیم؟ این اپلیکیشن سامپلی که توی این بخش وجود داشت و توی قسمت قبل دیدیم کاملا پاکش میکنیم، هات ریلود رو استفاده میکنیم. دکمه هات ریلود هست که در واقع تمام اطلاعات رو صفر کنم. من اینو فعلا استاپش میکنم. خب میام اینجا شروع میکنم نوشتنش. اینجا مینویسم متریال رو در واقع بیا ایمپورت کن کتابخانه متریال رو. ما تو زبان برنامه‌نویسی دارت در واقع یک بخشی رو داشتیم به اسم در واقع void main که میاد اصلی ترین بخش اپلیکیشن ما رو ران میکنه. خب پس یه درخواست ران اپ بهش میدیم، میگیم که بیا در واقع یک فانکشنی رو به اسم برای مثال my app برای من ران کن و اینجا هم در واقع حالا سیمیکالن رو میذاریم و خب حالا اینجا میبینید مای اپ رو داره برای من ارور میگیره سیستم، چون مای اپ وجود نداره. من اینجا میام یک در واقع از استیتلس استفاده میکنم اینجا که بتونم هات ریلود رو ازش بگیرم. اسمش رو میذارم مای اپ. خب حالا اینو در واقع سیوش میکنم. اگه من بیام الان استارت دیباگینگ کنم این اپلیکیشن رو و این اپلیکیشن برای من ران بشه، خب ما میتونیم نتیجه در واقع این اپلیکیشنی که الان نوشتیم رو توی این صفحه ببینیم. خب همینطوری که می‌بینید صفحه خالی هست. حالا ما می‌خوایم چه کاری انجام بدیم؟ می‌خوایم بیایم حالا حداقل کارهایی که داخل یه اپلیکیشن وجود داره، مثلا هدر رو داخل این قسمت بیاریم. پس من میام تو قسمت ریترن کانستنت پلیس هولدر رو پاک می‌کنم، از خود متریال اپ استفاده می‌کنم. داخل متریال اپ میام یه سری بخش‌ها رو ازش می‌خوام. میگم بیا تو هوم من یک اسکافولد در نظر بگیر، در واقع فانکشن اصلی ما هست که صفحه ما رو به نمایش میذاره. اسکافولد رو ازش اپ بار رو درخواست میکنم، مجددا فانکشن اپ بار و داخل خود اپ بار میام یه سری پارامترها بهش میدم. یعنی میتونم یه تایتل بهش بدم اینجا که میتونه از نوع فانکشن تست باشه و اینجا میام در واقع به صورت متنی مینویسم مثلا هلو و اینجا مجددا اینجا میتونم بیام یک بک‌گراند براش در نظر بگیرم، بگم بک‌گراند کالرت. خب بذار من قبلیه رو سیوش کنم، اینجا ما بتونیم ببینیمش. خب ببینید که اومد هلو ورلد من نشست. یه در واقع برچسب دیباگینگ هم داره. اول از همه برای در واقع از بین بردن بخش دیباگینگ میتونید اینو فالسش کنید که تو قسمت بعدی توضیحاتش رو میدم. ما اینجا میتونیم بیایم در واقع یک بک‌گراند کالر رو در نظر بگیریم و از نوع کالرز فانکشن کالرز رو صدا بزنیم، مثلا رنگ امبر رو براش بذاریم و زمانی که سیو کنیم میبینید که حالا اون هدر اپلیکیشن ما مثلا به رنگ در واقع حالا نارنجی که وجود داره قرار گرفت اینجا. حالا من میتونم بیام از یه بخش دیگه به اسم از در واقع از یه فانکشن دیگه به اسم سنتر تایتل استفاده کنم که نوعش بولین هست. میتونم ترو یا فالس بذارم که من اینو با توجه به اینکه فراخونش کردم ترو میذارم و حالا اون تایتل ما به شکل سنتر قرار میگیره. و خب میتونم الان بیام دیباگینگ رو هم اینجا آفش کنم، یعنی میام اینجا تو دیباگ شو چک مود بنر اینجا هم ترو فالس میتونم بذارم. خب اینو فالسش میکنم چون میخوام از بین ببرم، یعنی میخوام بج اینجا در واقع از بین بره و سیو که کنم ببینید که کاملا از بین میره. و حالا میتونم بیام بعد از این حالا در واقع تو قسمت بادی بخش مختلفی رو فراخوانی کنم. حالا من فعلا میخوام بخش هدر رو توضیحاتشو بدم. من همینجا یه دراور در واقع فراخوانی میکنم اینجا و فانکشنش رو مجددا فراخوانی میکنم. حالا میتونم هر در واقع چیزی که نیاز داشته باشم داخل این منوی بازشونده از سمت چپ ایجاد کنم. ببینید که این منو برای من سمت چپ ایجاد شد و حالا میتونم هر اطلاعاتی داخلش بریزم. مثلا میتونم بیام اینجا یه دونه چایلد تکست بذارم اینجا و یه متنی رو داخلش بنویسم، مثلا تکست. و زمانی که سیوش کنم میبینید که این متن من اومده داخلش نشسته. حالا این دیگه باید با توجه به اون تکست دکوریشن و حالا بخشی که خودم نیاز دارم میتونم بیام وسط چینش کنم. مثلا اگه بیام این تست رو در واقع روش رو ریفکتور کنم و سنترش کنم اینجا، خود سیستم میاد اینو کاملا وسط صفحه من قرار میده که تو قسمت بعدی راجع به این موارد هم کاملا صحبت میکنیم. موفق باشید.